چه کسی واقعاً پدر رباتیک است؟ شاید کسی باشد که انتظارش را نداشته باشید. بیایید بیش از 800 سال به گذشته سفر کنیم و با یک نابغه واقعی تاریخ آشنا شویم. الجزری. الجزری در سال 1136 میلادی به دنیا آمد. او یک مهندس و مخترع برجسته در دوران عصر طلایی اسلام بود. در سال 1206 شاهکار خود را با عنوان کتاب دانش ابزارهای مکانیکی ابتکاری نوشت که در آن بیش از 100 اختراع شگفت‌انگیز را توصیف کرد. اختراعاتی که قرنها جلوتر از زمان خود بودند. او نخستین آدمک‌های برنامه پذیر را ساخت، ربات‌هایی که می‌توانستند نوشیدنی سرو کنند و موسیقی بنوازند. او ساعت‌های آبی پیچیده‌ای با پیکره‌های متحرک طراحی کرد که الهام بخش ساعت‌های مکانیکی اروپا شدند. ماشین‌های بالابر آب او نیاکان پمپ‌ها و سیستم‌های آبیاری مدرن امروزی اند. از کوزه‌های خودپرکن گرفته تا فواره‌های خودکار، او پیشگام خودکارسازی یا اتوماسیون بود. میراث الجزری در همه جا پیرامون ما دیده می شود. پس دفعه بعدی که یک ربات دیدید یا از یک وسیله هوشمند استفاده کردید، به یاد آن ویژنر یا دوراندیشی باشید که همه چیز را آغاز کرد. اگر از این مطلب لذت بردید، برای داستان‌های شگفت‌انگیز بیشتر کانال فریدم مایند را لایک و سابسکرایب کنید.